رادیوی فرهنگ گفتارهای خود را ادامه می‌دهد. السلام علیکم شنوندگان ارجمند. در موج برنامه خوانش بدیعی. دوستان عزیز، مخلصان قصه و حکایه های دلنشین، اینک به توجه شما گفتار 23 از رمن تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوهساد هیجا. مرحمت گوش کنید. و تنابگر از جبر بای و مولا و ایشان و عدالت حکومت نو گفت که ستمگران بیرحم و ناسیرم با هر بهانه و حیله و نیرنگ زمین را صاحبی کردند و من و تو بر این نادانها را فریب داده کار فرمودند و در مغز سر و جانمان سنبه زدند که تقدیر پیشانی امان چنین بوده است: زحمت از ما، راحت از آنها، و ما دنیا بیخبران آنها را جناب و خوجین و ولی و ایشان و ملا گفتیم، دست پیش بر گرفتیم و اطاعت و تعظیم بجا آوردیم و با سری خم و شکم گرسنه و لباس دریده مرده عرق جبین ریختیم و آبیله دستمون ملهمی ندید، ولی عمر یکمان دو نشد. حکومت نو آن همه بی‌عدالتی ها را برهم داد. یاری من و تو بر اینها شد که چشم کشا و سر بلند بکن، تو از آنها کم نیستی، بلکه بهتری. عقلت را کار فرما و حق و حقوق خود را بشناس. تو باشی حالا هم از کدام یک حلال و حرامی سخن میگویی که استثمارگران به سر ما بار کردند. فهمیدی گپ و کلاچه های جهان را؟ ولی خالق داد نفهمید، از رایش نگشت و با اعتراض از معرکه تقسیم زمین برآمد و رفت. و ایشان بابا امین که سابقاً از نام او را به زبان گرفتن آرمی کرد، به صداقت وی ایمان آورد و رفتار او را همچون نمونه عبرت به منبر تشویق و ترغیب برآورد. مسلمانی همین است که خالقداد نمکشناس دارد و خالقداد را سییس خاص سرلشکری اسلام تعیین کرد و خودش را مبلغ این لشکر می دانست و الحال از پی یافتن سرلشکر می گشت. و از دروازه چقر بازار انبوه آدمان کتف به کتف زنان می در آمدند و می بر آمدند و 2 نفر دیهاتی که گوسفندهایشان را در مال بازار فروختند و نیت لباس و پلاس و لطوار خریدن داشتند به اینجا آمدند و تجربه بازارگردی رسول بیشتر بود و می دانست که اگر همراهت یک قدم پیش رود یا عقب ماند، در این آدم جوشک دیگر یکدیگر را یافته نمی توانی و سرسان و سرگردان می شوی و به همراهش تاکید کرد: مولا جوره، عقب نمانید، از بری جامعه من دارید، اینجا سمرقند است، از خود و از کیسهتان با خبر باشید. و مولا جوره از آستین رسول داشت و ایبا کرده به تگ دیوار پاخسه برد که از جهیده گذشتن و مالش خوردن سفته و نیم رخنه شده است و در بیخی گوشش پیچی راست زد. عبدالرسول، مولا نگویید، رفیق گویید، مولا نگویید، رفیق گویید.
مولا گفتیم چی شده است؟ مولا را مولا میگویند، آمی را آمی. آن دوره ها دیگر بود. حالا هرچی شدنش ممکن. زمان جناب و مولا و ایشان گفتن نیست. به گوش آدمانی حکومت رسد یا رسانند، نه روی بازار را میبینیم و نه راه خانه من را میابیم. مولا بوده است میگویند، میگیرند و میبرند. تگش را کی کفته گشته است؟ دویم رفیق گوید یک درد سر کم. این گپ ها با ما و شما بر اینها دخل ندارد. شما کیسه را احتیاط کنید، کیسه را که درد سری زیادتی نشود. و درد سر در حقیقت بسیار بود، هم برای فقرا و هم برای دولت. و مولا جوره درون انبوه آدم راه می رفت و هر دم دست به دهان کیسه می خست. کیسه کلان کرته صوف از درون بارشته بستگی بود و همیشه برجا می افت و خاطرش جمع می شد و گاهی که گلیم قالین خوشرنگ و خوشگل را سودا کردند و پولش را باید می داد، دست برد و دید که رشته در جایش اما کیسه نیست. عبدالرسول، اینها می بریدنده؟ و بریدن و دریدن فقط خاص بازارها نبود، بلکه سرتاسر مملکت از هوای زد و خورد نفس می کشید. میده دزدان به درجه غارتگران رسیدند و غارتگران به خدمت حربی رفتند و شعار دور خواجه و خدمتگار گذشت. اکنون و من بعد دور و دوران کارگر و دهقان. به کام کارگر و مزدوران شیرین آمد و کام خواجه و ارباب را تلخ کرد و اهالی یک مملکت پهناور با امید از این شیرینی ها بهره برداشتن و با تلاش از این تلخی ها رها یافتن گیرودار می کردند و قسمی دوست خلق نام گرفت و قسمی دیگر دشمنی خلق. و بین این دو عباره، دوست خلق و دشمنی خلق، از سوختار و کشتار و طلب و تاراج و فتنه و خیانت و فریب و نیرنگ مالامال بود و قراربراران و کمانداری بسیار پیدا شد و این قرار میبرآوردگی ها و کمان به دست گرفتگی ها در راه به عمل آوردن نیت هایشان آنقدر سراسیمه‌وار شتاب زده بودند که واقعه ها و حادثه ها پی هم و روی هم به سر خلق میریخت و اکثریت مردم وقت و فرصت نمیافتند که تگی آن را کوبند و یابند و دانند که کدام طرف حق است و کدامش ناحق. و بلشویک عزیز مراد با کمیته انقلابی مرکز اخبار نوشت که در مضافات‌های اطراف شهر سمرقند فقط در 3 ماه آخر 149 نفر خدمتگار و مزدور بی زمین از شوراها رو گرداندند. آنها را ملاها از راه زدند، از گور و قیامت ترسانیدند. در نتیجه به طرف دشمنان خلق گذشتند و در مرکز از این گونه خبرها خیلی زیاد می آمد و شورای انقلابی مجلس آراست. رویه بد پیشگیری کردند در کار و پیشگیری کردند. قرار برآوردند که غایه کمونیستی یک چیزی شخ شده نیست که یک بارگویی و تا ابد باقی ماند. نه، این خیل نیست و به شرایط نگاه کرده تغییر می یابد. مثلا ما حاضر رویم و به فقیران مسلمان بگوییم روزگارتان بد است، روزگار نیک خواهید به طرف ما بگذارید. ما استثمارگران شما را از گردنشان گرفته به اخلاط توده می پرتوییم. نه، نمی توانیم، چون که آنها در زیر تاثیر تبلیغات ملاهای خود هستند. پس به ما ضرور است که با آنها مناسب فهم و اعتقاد خودشان معامله بکنیم. و مناسب فهم و اعتقادشان معامله کردند. گفتند که ملاها 2 خیل می شوند، عاقل و جاهل. جاهلان شکمبنده اند و سرمایه‌داران را پرستش می کنند و قباحت آنها را جامه عدالت می پوشانند و از این رو دشمنی زحمت کشانند. عاقلان خدا ترسند و بدین و دیانت خیانت نمی کنند و از راه انصاف بیرون نمی روند و ماهیتاً دوستی خلقند.
حکومت شورایی ظالمان خلق را سرکوب می کند و سر مظلومان را سیله و ملای عادل را که در زمان فیادالی جبر دیده است به حمایه می گیرد و مفتی اکرم خواجه را که سابقا در تعقیب بود و جای گریز نمیافت جستند و یافتند و مفتی ولایت تعیین کردند و او فتوا داد. حکومت با خواست خدا صاحب مال و ملک مملکت است. هر چیزی که حکومت به رعیت می دهد حلال است و به زمین ها زمین گرفتند و زمین بیکار نماند و آبی و للمیش را جفت کردند و کشتند و رسم بیکاری و طلبیدن و گدایی به فراموشی رفت و مزیری که دیروز خیرمن میکرفت و مینالید که خیرمن داریم و خود یک دان نمیگیریم میده امروز با سرور سرود میخواند که یک ذره نمیدانم رهی قانون را، حکومت من اول دراز کرد نون را میده. و کمونیسم خیالی که اهل سواد تا حال از کتاب ها می خوندند و هیچ عقل باور نمی کرد که وجود چنین روزگار در روی زمین امر واقع باشد. اکنون در دوران حکومت شورایی میده به حقیقت روزگار نزدیک می شد. شاه و گدا گفتن گپ آیسته آیسته برهم می خورد و توده بیکاران را که در ترتیب دولتداری سابق به حکم بی صاحب بودند و کسی از احوالشان نمی پرسید، اکنون غمشان را می خورد، سراغ می کرد و کار و جای خواب و معاش یافته می داد و آدمی بیکارگرد بد می نمود در نظر جامعه و مبارزه شدید می رفت که کسی کار نکند نمی خورد و طایفه که کار نمی کردند و می خوردند به تعلقه افتادند. این کجای گپش که یک خدمتگار خیزد و مال و ملک خوجین را صاحبی کند؟ دنیا چپه شده است مگر؟ به این ترتیب بی ترتیبی مطلقا راه دادن ممکن نیست و خوجین ها سر برداشتند. اول حکومت این پایلوچان را نیست کردن در کار، بعد 100 لغت به سر و بدنشان زدن در کار که جای خود و مقام خودشان را فراموش نکنند. دلشان حکمرانی کشیده است و در ششک روی زمین خوجین ها برای سرکوب کردن خدمتگاران و خدمتگاران برای سرنگون کردن خوجین ها کمر بستند و به هیجا برآمدند و ایوان خوجین قدرتش را نشان دادن خواست و ایوان خدمتگار مسلح شد و ایوان ملاح از اطاعت سر تافت و نیزه به دل فرمانده راست کرد و احمد مردکار به سر احمد کارفرما تیغ کشید و احمد چاریککار زمین احمد زمیندار را زده گرفت و ایوان و احمد گازور و دزد و راهزن که میدان آزادی خودنمایی نداشتند فرصت را غنیمت دانستند و دسته ها خون آوردند و کماندیر شدند و خواجه ها دعوت کردند به خدمتگاران حکومت ندهید و خدمتگاران لیوا برداشتند. راه ها را کشایید، حکومت